من تو خیابون مو کوتاه میکنم. جان کجا برم؟ میخوام موهاشو بدونم. با دستم جمع میکنم. خب بگو من کجا؟ باشه دیگه بریم جلو. جانم میخوام موهاشو بزنم، بعدش هم موهاشو جمع میکنم، بعدم میرم. اونور شلوغ بود دیگه، ماشین را نه. خب جمع میکنم، هیچ کس نمیره. ما این محمد آقا جان، به نظر من نباید اون ویدیو رو شطرنجی میکردی که قیافه اون دوتا پهن معلوم بشه که میگفت اینجا مو رو نزن. خب خار مادر بلا نسبت کونی، موی معتاد یارو اومده بنده خدا گرفتاره، بنده خدا خودش دلباخته از زندگیه. این آقای جوان اومده اونجا ماسک زده داره تو نزدیک اون بنده خدا نمیشون، داره موشو میزنه. به جای اینکه کمکش بکنی بزنی پشتش بگی دمت گرم خارکوسه، میگی مو رو نزن اینجا نریزه. خب با امثال تو که خارکوسه هیچ اتفاقی در اون کشور نمیفته، یه ریشه پیدا میکنه که میرسه به یه خارکوسه نظام 100,000 ساله با امثال انگلایی مثل تو که موی یارو رو زمین بریزه. خارکوسه باد میزنه میبره کسکش دیگه.